سلام ارادت، امیدوارم که حالتون عالی باشه و تا اینجای دوره سمفونی ترید لذت کامل برده باشی و از همه مهمتر نکاتی که من تا الان گفتم رو یادداشت کرده باشی و سعی کنید عملگرا بشی. قبل از اینکه اصلا بریم سراغ قسمت سوم رفع موانع و پاکسازی، من یکم در رابطه با عملگرایی میخوام با صحبت بکنم. خیلی‌ها مشکل عملگرایی دارید. مشکل اینو دارید که فقط آموزش میبینید. فقط میبینید، هی دوره میخرید، هی دوره شرکت میکنید. از دوره‌های خودسازی، دوره‌های ورزشی، هر چیزی در هر حوزه‌ای که نیاز به آموزش شما دارید، فقط هی شرکت میکنید. از این سمینار به اون سمینار، از این آموزش به اون آموزش، از دایرکت این استاد به دایرکت اون استاد، و فقط دارید اطلاعات کسب میکنید و یه دونه‌ش رو انجام نمیدید. در صورتی که اونی موفق میشه که حتی همون اطلاعات کمی رو هم که داره به کار بگیره. خیلی‌ها مشکلشون همینه. پس از این به بعد سعی کن عملگراتر بشی. مورد بعدی، گوش کردن به یک چیز، به یک نکته، به یک آموزش، یک تأثیر روی شما داره. گوش کردن و نوشتن اون موارد حدوداً 10 برابر روی شما تأثیر می‌ذاره. و وقتی این موارد رو شما میرید واسه کسی دیگه دوباره تعریف می‌کنی و به اون هم می‌خواید یاد بدی، تأثیر 17 برابری روی شما داره. پس اگر این مواردی که شما دارید آموزش می‌بینید، اصلا تو کل زندگی یه چیزی داره آموزش ببینی، یک بار برای تأثیر. اگه بنویسی و تکرار کنی با خودت و سعی کنی انجامش بدی، اتفاقات قشنگتری میفته. و اگه همین رو به یکی دیگه یاد بدی، تأثیر 17 برابری داره. بریم سراغ مبحث امروز خودمون، راهکارهای عملی رسیدن به رویا. آقا همین اول کار میخوام سفید درآمد از بازارهای مالی خیلی خیلی سخت. یعنی این دلار رو ما از زیر پای فیل داریم میکشیم بیرون. اینقدر پول در آوردن تو بازارهای مالی سخته، ولی پولش زیاده. پولش به شدت ارزشمنده. چرا؟ چون دلار تموم شده. هر $1 الان 58,000 تومان. البته درست‌تر بخوام بگم 580,000 ریال. $1 580,000 ریال. درآمد از این بازار خیلی خیلی سخته. راحتی کسب درآمدش توی اینستاگرام خیلی بولد شده. خیلی میگن آقا راحت کسب ترید دیگه، آقا راحت تو خونه بشین پول در. این $2 ماه پول در بیار، $10 بیار بکنی $200 پول در. $1,000 تو بیار بکنی $5,000 پول. ولی در کنار این سادگی و راحتی که به شما میگن، نمیگن که آقا نیاز به آموزش درست داره، نیاز به استمرار داره، نیاز به تمرین بسیار داره. اصلا این استمرار و عادت ساختن است که سخت داره. وگرنه شما میری یه دوره شرکت کنی 5 ساعت 7 ساعت، که البته بگم کسی با 5 ساعت 7 ساعت آموزشی داره تریدر نمیشه. ما کارگاه جامعه معامله‌گری الان 60-70 ساعت داریم برگزار میکنیم با کلی پشتیبانی و 3 ماه کلاس و موارد مختلف و تمرین و گروه و کانال و هزاران جلسه رفع اشکال و نکات مختلف. بعد این همه داستان مختلف، تازه طرف تو مسیری قرار میگیره که داره به تریدر حرفه‌ای تبدیل. بعد 5 ساعت 7 ساعت آموزش رو میگیری، بعد میخوای تریدر هم بشی. یه دورم بیشتر ندید. من باهوشم، من تیزهوشم، من معدلم 20 بوده. مثلا مهم نیست معدلت 20 بوده یا 10 بوده، مهم نیست باهوشی یا باهوش نیستی، تیزهوشان درس خوندی یا مدرسه نمونه دولتی یا دولتی یا هر چیز. اینجا یه سری چیزای دیگه ای تو ترید مهمه. آموزش اصولی و فراوان، استمرار و تمرین بسیار و تمرین بسیار و تمرین بسیار که بشه عادت. این چارت رو باز میکنی، کندلا رو ببینی، نمودار قیمت رو ببینی، الان تشخیص میدی چه خبر. داره میره بالا یا داره میاد پایین. چشمی تشخیص بدی. به حالت شهودی برسی به اصطلاح. هر چیزی تا الان از اساتید اینستاگرامی و پیجای مختلف یاد گرفتی و بری دور، به من اعتماد کن، گوش کن. چیزی رو دارم بهت یاد میدم که به شدت برات سودسازه. تأثیر خودآگاه و ناخودآگاه توی زندگی ما خیلی زیاده. خیلی همون ازش غافلیم. خودآگاه چیه؟ ذهن هوشیار ما، اتفاقات عقلانی ما رو رقم میزنه. ناخودآگاه چیه؟ ذهن نیمه هوشیار ما. در اصل شما فکر میکنی زندگی داره با این هوشیاره، با این عقل پیش میره، ولی کمتر تأثیر رو داره. شما وقتی مثلا مامانت داره غذا درست میکنه، همزمان داره با تلفن حرف میزنه، اخبار خونه رو رد و بدل میکنه، نمیدونم به بابات زنگ میزنه فلان چیزو بگی بیان خونه، بعد داره آشپزیش هم انجام میده، رفته رو حالت آتوپایلوت، رانندگی خودکار شده.
خودکار داره غذا رو درست میکنه. با کجا؟ با ذهن نیمه هوشیار. اون ناخودآگاهش ثبت شد. انقدر قرمه سبزی درست کرده، انقدر آموزش دید از مامانش واسه قرمه سبزی درست کردن، انقدر استمرار داشته، انقدر تمرین کرده که قرمه سبزی درست کردن واسه شده یه کار راحت و با ذهن نیمه هوشیارش داره انجام میشه. سخت‌ترین غذایی که میشه درست کرد چیه فاطمه جان؟ فسنجون. فسنجون رو میگم خیلی سخت. ما آقایونم که فقط یه املت و تخم مرغ به شیوه‌های مختلف، حالا یه بار با قارچ مخلوطش کنیم، یه بار با سوسیس بزنیم. آیا من و شما آقا یا حتی خانمایی که فسنجون بلد نیستید آموزش ببینیم طرز تهیه فسنجون درست کرد، تمرین زیاد بکنیم و میشه که فسنجون درست نکنی؟ بله میشه. چرا؟ چون استمرار نداره. 4 بار 5 بار تمرین میکنی، میگی نشد به. پس استمرار است که باعث میشه فسنجون جا افتاده با 2 وجب روغنگی. آموزش دیدی وسط کار رها نکرد. من یه خانومم، من یه آقام، برای درست نکنم آبرو و شرفم میره دیگه، من باید این کارو بکنم دیگه. پس داری با ذهن هوشیار طبعا انجام میدی و تمام موارد اتفاقات عقلانی که تو در ذهن هوشیار با آموزش و استمرار و تمرین بسیار تبدیل میشه به عادت و میره تو ذهن نیمه هوشیاره دیگه. همه چیز خودکار میشه، مثل رانندگی. از سر کار تا خونه میرسی، بعد با خودت میگی من کی دنده دادم، کی ترمز کردم، اصلا کی من چرا قرمز رو دیدم که بخوام وایسم، داشتم به چیز دیگه فکر میکردم. پس بیشتری تاثیر رو ذهن نیمه هوشیار روز تمام اتفاقات مثبت و منفی که بچه در زندگی شما داره تماما خواستگاهش ذهن نیمه هوشیار رو هم ناخودآگاه. پیشنهاد میکنم حتما در رابطه با ذهن هوشیار نیمه هوشیار یا هم خودآگاه ناخودآگاه بیشتر مطالعه داشته باشید. جهان هستی از انرژی تشکیل شد. ما هم از انرژی تشکیل شدیم دیگه، سراغ مباحث فیزیک نمیریم. پس ما هم قسمتی از این انرژی کل هستیم، یه جزئی از یک کل. هر چیزی به جهان هستی بفرستی همون برمیگرد. مثلا شما برو توی کوه داد بزن، مثلا فوش بده، این فوش یه بار فوش میدی 6 بار برمیگرد. برو داد بزن دوست دارم، برمیگرده دوست دارم. جهان هستی هم دقیقاً هم قور بزنی به خاطر قسط و بدهی و نداری و نمیتونم و نتونم و فلان و قور میزنم و مامانم یه بابامون یه فلان، جهان هستی هم همون رو به خودت بر. مثال بارز واضح و صادق: آدمای فقیر فقیرتر میشن، آدمای پولدار پولدارتر میشن، چون چیزها، تفکرات و اندیشه هایی که دارن و به جهان هستی میفرستن با هم دیگه متفاوت. پول دارن، همش پولش داره رو پول میفته، کار میکنه، بیزنس میکنه، اینور اونور کار میکنه و هیچ موقع قور نمیزن. قورم بزنه قراش خیلی کم. واقعا پول داره، پول داره که قور نمیزن. نه، جهان هستی قانون بها داره. حالا ببین قرار نیست تو پول دار بشی بعد قور نزنی. یه بار دیگه برفم گوش کن. قرار نیست تو پول دار بشی و بعد بگی خب حالا که پول دارم پس دیگه قور. شما اول قور نزدن رو یاد میگیر، برید سمفونی زندگی رو گوش کن. مسئولیت پذیری رو یاد میگیری که همه چیز مسئولیتش با خودت. قدرت آفرینشی که درونت هست رو آزاد میکنی و این کارا رو که میکنی تو آروم آروم وضعیت زندگی تغییر. پس اینجا یه ابزاری برای رسیدن به هدف، نه اینکه هدف بیاد بعد شما بخوای اون ابزار رو کیف کنی. پس یه بار دیگه جمع‌بندی میکنم این بحث رو، خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. قرار نیست من پول داشته باشم که بتونم درست زندگی کنم. اول درست زندگی کردن رو یاد میگیرم، بعد نو با خودت چندین بار تکرار کن، بشین اصلا فکر کن. جهان هستی 2 تا ویژگی مهم داره. 1 شعور نداره، جهان هستی بی شعوره. 2 شوخی رو جدی نمیفهمه. شعور نداره یعنی چی؟ یعنی شما بگی آقا من درد زانو نمیخوام. جهان هستی شعور نداره، مثبت و منفی درک نمیکنه، کلمه درد زانو رو متوجه میشه. یا به طور مثال شما از سر سفره بلند میشی میگی دستتون درد نکنه، شعور نداره، میگه دست درد.
بعد بگی خدا، بعد بگی دستتون سلامت. یا به جای خسته نباشید شعور نداره، بعد بگی خدا قوت. جهان هستی شعور نداره. من تصادف نمیخوام، ایشالله میریم سفر تصادف نکنی. خیر، شما باید بگی ایشالله بریم سفر سالم و سلامت برسیم. معانی یکیه، ولی مفهوم و کلامی که شما داری به جهان هستی ارائه میکنی کاملا متفاوت. از مورد اول شعور نداره، مراقب کلامت باش، ببین چی داره از دهنت خارج میشه. واسه همینه همیشه میگن اول فکر کن بعد حرف بزن، نه اینکه اول حرف بزنی بعد توش بمونی شروع کنی به فکر کردن. مورد دوم، شوخی و جدی هم نمیفهمه. چه عجب شما یادی از فقیر فقرا کرد، آقا پاتون رو بلند کنین ما خاک پاتونیم ما رو ببینید. بنده نوازی کردید نمیدونم اومدید از این جملاتی که استفاده. شوخی آره، شاید فقیر نباشی، یعنی یادی از فقیر فقرا کردی، شوخی و جدی نمیفهم، کلاً جدیه و همینا تاثیرگذار. بر اساس استمرار در فهم و اجرای صحیح داده های دور ما ناخودآگاه ما شکل میگیره و نتایج رقم میخوره. منکر شرایط اقتصادی، شرایط خانواده، شرایط شهرستان، کشور، استان، رفیقای دور و برت، مدرسه‌ای که بزرگ شدی، خانواده‌ای که توش بزرگ شدی نیستی. از اینجا به بعد تو میتونی محیطتو کنترل کنی. تو میتونی کنترل کنی از قبیله‌ای که من جلسه قبل خارج شی. تو میتونی کنترل کنی با کی بری با کی نیای. تو میتونی کنترل کنی چی بخوری چی نخوری. تو میتونی کنترل کنی کجا بری کجا نری. تو میتونی کنترل کنی چه فیلم‌ها و چه موسیقی‌هایی رو ببینی یا نه. در جهت خودسازی و پولدار کردنت هست یا نیست. از این به بعد تویی که همه اینا رو کنترل میکنی. چون الان میدونی که تو روی این موارد قدرت. ناخودآگاه بچگی همه ما پر شده، میگن پولدارا بدن فقیرا خوبن. ببین چقدر این بولیانینا مثلا آخه چقدر مهربونن، چقدر فقیرا مهربونن، چقدر مظلومن. طرف بابا پولداره یه فلان شده یه که اصلا بیجا بوده. 80-90% کسایی که شما می پول دارن خود ساخته که نگیم، خودشون اون پول رو به دست آوردن. 10% هم حالا ارث و میراث و دزدی و کلاهبرداری و نمیدونم از این داستان. ولی طبق فیلم و سریال و داستان دارن اینا رو به ما نشون میدن که آقا پولدارا بدن فقیرا خوبن. هر فیلمی شما میخوای ببین اینجوری دارن به ما نشون میدن. چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که آقا بالاخره 10 تا کارمند باید داشته باشید، 20 تا کارگر باید داشته باشید. ببخشید اینجوری میگم ولی تفکرشون یه 50 تا باید باشه که تو سرشون بزنین 10 تومن بدید ذوق کنن. که خیلی حرفا، یه سری دیتاها و اطلاعات و نگرش‌های شما انتقال پیدا نمی‌کنه که من و شما نوعی جزء اون کارگرا، جزء اونایی باشیم که تو سرمون میزنن، فحشمون میدن، بی احترامی هم بهمون میکنن، 10 تومن آخر ما پس میکنن جلومون و تازه ما ذوق میکنیم. چرا؟ تو پولدارا بدن، تو فقیرا خوبن. خدا رو شکر میره یه نفسی میاد، همه چیز اوکیه. والا زندگی سخته، بالاخره دنیا سختی هاست، دنیای مشقت هاست. ما میشینیم اینجوری برای خودمون توجیه. حالا یه سوال، تا الان نتیجه گرفتی از این زندگی که داری؟ تا الان اگر همه چیز اوکی بوده، پول داری که تو اینجا چی کار میکنی؟ الان توی دوره رایگان تره چی کار؟ مگر این که بخوای پول زیادی داری چندین برابرش. اما اگر تا الان نتیجه نگرفتی باید شیوه رو عوض کنی. کارهای جدیده که نتیجه جدید داره ولی زمان بره. من همیشه از جاده قدیم قم از اصفهان میرفتم تهران و تو مسیرم مثلا یه 2 تا جای تفریحیم. اگر من الان میخوام مثلا برم شمال و بعد برم تهران، قطعا از جاده قدیم قم نباید برم، بعد برم بدازم سمت مثلا
سمنان اون برا برم سمت مشهد، از گرگان بیام و بعدا بیام تهران رو برگردم. پس من اگر نتیجه جدید میخوام باید شیوه رو عوض کنم، مسیر رو عوض کنم. ولی زمانبر دیگه آقا، زمانبر یه چیز مشخصیه. اینا رو باید درکش کنی، باید بدونی اینا قوانین جهان هست. یکی از مهمترین قانون کهنه بچه بها دادنه. این ماشین رو ببین، خیلیا این ماشین رو میخوام، هیچ کسی هم نیست که دست رد بزنه بگه آقا من اصلا لامبورگینی دوست ندارم. دوستم نداشته باشه بگه آقا این لامبورگینی رو بده، من میرم میفروشم ماشین خودم، این چیزی که دوست دارم. دوست داری اینقدر پول در بیاری؟ الان میگید بله، مگه میشه؟ چقدر حاضری واسهش تغییر کنی؟ این خیلی مهمه. چقدر حاضری واسهش تغییر کنی؟ حاضری کاری که تا حالا نکردی رو از این به بعد انجام بدی؟ حاضری کاری که تو الان انجام میدادی و انجام ندی؟ همون مواردی که تو قبیله گفتم بعد بیای تو قبیله 96% بیای بیرون، بیای تو قبیله 4%. یه سری کارا رو جلسه قبلی گفتم بعدن. باید بها بدی، باید هزینه بدی. رایگان نیست، هیچ چیزی رایگان به دست نمیاد. اونی هم که الان مثلا داره چه میدونم توی زعفرانی توی هند زندگی میکنه، به جز اون 10% که گفتم حالا شما فرض بفرمایید دزدی و کلاهبرداری و ارث و میراث و اینا، اون 90% زحمتشو کشیده، چندین سال خونه دل خورده، شکست ها تجربه کرده، تجربه ها به دست آورده تا یک بعد از مثلا 7 سال 5 سال 10 سال سختی 2-3 سال اخیر زندگیش تکون خورد. هزینه فقط مادی نیست، هزینه وقت، توان، انرژی شما هم هست. تمام روزهایی که تو پول در نمیاری داره ضرر میکنه. آقا خب من پول در نمیارم دیگه، چجوری ضرر میکنم؟ شما تمام روزهایی که پول در نمیاری داری هزینه خورد و خوراک میدی، هزینه خونه‌تو میدی، اجاره خونه رو داری میدی، هزینه آب و برق و گاز داری میدی، هزینه استهلاک لباس و لباس پوشیدن رو میدی، هزینه رفت و آمدتو میدی. اینا هزینه نیست؟ اینا منفی تو نمیخوری؟ از این دیدم نگاه کن دیگه. اون روزایی که پول در نمیاری تو داری منفی کار یر به یر نمیکنی بگه من هیچی در نیاوردم. نه اتفاقا من هزینه وقت و توان و انرژی هم هست، فقط مادی نیست، معنوی هم هست. همه تلاش میکن. آدم بیکارم داره تلاش میکنه، آدم تنبل به نوبه خودش داره تلاش میکنه. یا اصلا مورچه 24 ساعته مورچه داره از این ور خونه میره اون ور خونه، یه قندی چه میدونم شکری چیزی پیدا میکنه میبره اون ور میره. هر آدمی تو طول روزی انرژی مشخصی داره، باید تخلیه‌اش کنه. زمان بندی همه ما آدما در طول روز یکسانه، 24 ساعت. چه جوریه که یکی تو 24 ساعت 1 میلیون کار، یکی 200,000 تومان کار میکنه، یکی اصلا کار نمیکنه، یکی روز بدتر میشه، یکی روزی 1 میلیون کار میکنه، یکی روزی 1 میلیارد کار میکنه. چه جوریه؟ ما که هممون تایممون یکسانه، ما که هممون 24 ساعت در طول روز وقت داریم. پس عملاً یه جای دیگه کار. تو چجوری داری 24 ساعتتون می‌گذره؟ تمرین. بشین کاغذ و خودکاری که جلوته، بعد از این جلسه بنویس تو 24 ساعت روز من فلانی چیکار؟ چقدرشو خوابم؟ چقدرشو بازی میکنم؟ چقدرشو کتاب میخونم؟ اصلا چه کارهایی دارم انجام میدم که در راستای موفقیت و پیشرفتم و رشد فردی نیست؟ خط بکش روش دیگه انجام بده. چه کارهایی رو باید انجام بدم که در راستای رشد شخصی و موفقیتمه و باید انجامش بدم و انجام نمیدم؟ به لیستت اضافه کن. تغییرات تازه شروع. قرار نیست کسی بیا دست تو رو بگه. یه مقایسه بکنی. این 30 سال کاربردی، 30 سال کار تکراری، 30 سال 365 روز، حالا منهای روزهای تعطیل، از 8 صبح تا 2-5 بعد از ظهر سر یه کار تکراری در یک مکان تکراری و همین مسیر تکراری، همه چیز تکراری، همه چیز تکراری. زیرا میزنه، پدر همو در میارن، نمیدونم زیرو رو کشی میکنن. 30 سال کاربردی، کار تکراری که بعد شما بازنشست میشی، یه بیمه به تعلق بگی، بیمه‌ای که با 1.502 میلیون تومان داری شما حق بیمه رد بکنی که یه بار مریض شی، مثلا سرماخوردگی ساده میشه 300,000 تومان،
اگر تحت پوشش بیمه هم باشی مثلا بشه 200,000. ماهی 2,500,000 تومان ازت میگیرن که یه جایی مثلا یه تخفیف ریزی بهت بده و بعد از 30 سال بازنشسته شدن یه حقوق بازنشستگی داره. چرا بریم کار میکنیم؟ چون ریسک پذیر نیستیم، چون تنبلیم، چون تو ناحیه امنی. ریسک نمیکنم آقا، من 2 سال 3 سال رو بیزنس خودم کار کنم، رو مهارت خودم کار کنم، یه جوری کار کنم که اصلا نیاز به بیمه نداشته باشم. تفکر من اینجوری ها. من بیمه رد نمی کنم، با خودم بستم تا سن 30 سالگی من بعد زندگیمو جمع کنم. 30 سالگی به بعد موقع کار کردن نیست، موقع زندگی کردن. تو 20 سالگی شما وارد یه کاری میشی، 30 سالان کارمندی، 50 سالگی بازنشسته بشی دیگه، کم کم 20 سال دیگه هم اسرائیل میاد سراغ تو، شما باید به سمت دیار حق تعالی بشه. چی کار کردی؟ 20 سالشو درس خوندی؟ نه 20 سالشو که نه، از 7 سالگی درس خوندی تا 20 سالگی، با بدبختی یه جا کار پیدا کردی که 30 سال کار کنی که بعد بمیری. مسخره است. اینقدر مسخره است که اصلا قابل توصیف نیست. یه بار دیگه مرور کن. به دنیا میاد 7 سالگی میره اول دبستان تا 18 سالگی دیپلم، تا اینجاش اوکی، جوونیه و نوجوانیه و یه دیپلمی که حداقل یه شعوری بهتون اضافه بشه. 18 سالگی که رد میکنی میری تا لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، 30 سال کار میکنی که 50-55 سالت بشه بازنشست بشی با یه حقوق بازنشستگی که فقط خرج زنده موندنته، که مابعدش هم باز آدم بازنشست میشه بره یه جا دیگه شروع کنه به کار کردن، یه اسنپ هم بیاد کنارشو، باز همون آشه و همون کاسه تا آخر اون کار کنم. من خودمو میگم دور از جون بمیرم. البته مرگم مرگم دور از جون نداره، یه چیزیه که هممون یه تاریخی داره و میرسه و یکی میمیره یکی به دنیا. همه چیز اینقدر ساده است، ولی این فرآیند خیلی مسخره است. با احترام به تمام کارمندان و دوستان از پدر برم کارمند بازنشسته‌ام، من نمیخوام اینجوری باشم، شما رو قرارم نیست الان همتون تغییر کنید. قراره یه نفر جرقش بخوره زندگیش تغییر کنه واسه من کافی. به این دیدگاه نگاه کن. 30 سال کارمندی که تهش چی؟ تازه من 30 سال 30 تا 12 ماه که میشه 360 ماه 360 ماهی 1,500 از حقوق من کم بشود، نزدیک حدوداً 600-700 میلیون تومان. سنگین ترین عملی که مثلا من تصادف کنم، خورد خاکشیر بشم، بیمارستان و کما و همه اینا رو بخواد باز بیمه بده، باز 700 میلیون تومانه. ببین بیمه چی داره تو پاچت میکنه و تو اینقدر درگیر بیمه و بازش. عملی که تو سرمون هست میشین 2 تا 4 تا. ولی 2 سال 3 سال تلاش مستمر اصلا ترید رو ول کن تو بیزنس خودت، تو بیزنس های آنلاین. الان عصر اطلاعات و ارتباطات. قدیم خواستگار طرف کارمند بود، انگار شاه اومده بود خواستگار. چرا؟ چون تا قبلش همه رو زمین کشاورزی کار میکردن، کارمندی شده بود شغل لاکچری. طرف کارمنده، بدید یه آدم خوبیه، برو بدید بره. الان کارمندی چی شده مثل همون زمین کشاورزی. الان چه کاری باید بکنی؟ کاری که ربط به اینترنت داره، کاری که ربط به اطلاعات و ارتباطات داره. هرچی اطلاعاتت بیشتر بشه، هرچی ارتباطاتت بیشتر بشه، بیشتر پول در میاری. حالا برو بشین توی یه دفتری، تو باشه یه میز و یه ارباب رجوعی که 30 سال میاد، ارتباطات جدیدی نداری، اطلاعاتت هم اطلاعات 30 سال قبله، بعدم قور میزنی که آی مملکت فلانه، آی مملکت نیست. گفتم منکر مملکت و شرایط اقتصادی و دلار نیستی، اما از اون ورم مثل کپ سرت زیر برف نه. اگه من قسم بخورم که تو به نتیجه میرسی، تو هم قسم میخوری انجام بدی، هر چقدر هم صرف باشین، آره ما انجام میدیم، آره منم از این آره خیلی شه. برو خودت به خودت آره بگو، برو خودت با خودت قسم بخور. قسمایی که با من میخورید به درد من نمیخوره. 2000 چرا؟ چون انقدر من از این قسم‌ها دیدم وسط راه ول کردم. چرا؟ چون باز تنبل، باز میرن تو ناحیه امن خودش. من دیگه در تو این موضوع حرف بزنم. خودت با خودت 2 تا 4 تا کن، کلا تا بازی کن. هر چقدر صرف باشه پاش باز.
اصلا ترک نه، برو یه حرکتی بزن، برو نمیدونم چی بگم، برو تدوین یاد بگیر، برو ادمین اینستاگرام شو، برو طراح سایت شو، برو یه کاری که به اینترنت و عصر اطلاعات و ارتباطات ربط داشته باشه، برو کدنویسی یاد بگیر. یه چیزی یاد بگیر به این داستانا ربط داشته باشه. و فکر کنم به عنوان اسلاید آخر، نه یکی دیگه هم بجز اون مواردی که من توی بحث قبیله بهت گفتم، برای جز قبیله تا 2 سال بعد این مواردی که من میگم انجام بدی. مورد اول، یه ضرب المثل روسی میگه هیچ موقع دنبال 2 تا خرگوش نمیشه افتاد، چون به هیچ کدوم نمیرسه. من میخوام هم کدنویس بشم، هم ترید یاد بگیرم. من میخوام هم تدوین یاد بگیرم، هم ترید یاد بگیرم. نمیشه هم اینو انجام داد، هم اونو انجام داد، هم اینو انجام داد، هم اونو انجام داد. نمیشه. به هیچ کدومش نمیرسه. مگر اینکه استثناء باشی. استثناء کیه؟ مهران مومنی. مجری، کارگردان، تصویربردار، بازیگر، خواننده است، شومن خوب، همه چیزش اوکی. تو خودت دیدی انجام بده. هیچ موقع دنبال 2 تا کار نمیشه افتاد. تنها شو، روابط عاطفی تا حد امکان کنار بذار، متوکل شو. اینا رو تو قبیله گفتم. روابط تو با خانواده هدفمند کن. پیجای سرگرمی، طنز، تلویزیون، کانالای خبری و همه رو لفت بده، همه رو آنفالو کن، ول کن. تفریح بشه، ورزش، تغذیه، خواب کافی، مطالعه، آموزش، عملگرایی. بهترین پلن همین. همه چی توش داره: ورزش، تغذیه، خواب، مطالعه، آموزش، عملگرایی. همین رو تکرار. اصلا موفقیت تکرار. یه سری کارهای درسته، یه سری عادات درست شما باید تکرار کنین چون موفق. حالا باید یه سری عادت‌ها رو تغییر بدید. اساتید موفقیت میگن میشه نوال موفقیت رو استیج پایین و بالا میکنن، تو باید تغییر کنی، تو باید رشد کنی، نمیدونم فلان، ولی اونا مال موفقیت. اینجا واقعیت ها رو شما باید یاد بگیرید. 21 روز اتفاق نمیفته. حالا تو اسلاید بعد بریم. مورد بعدی، رفع سقف ذهنی و افزایش اون و خروج از ناحیه امن زندگی. حتما لایوی که تو پیج ذخیره شده رو ببینید. لایو سوممون بوده فکر کنم، در رابطه با هدف گذاری و رفع سقف ذهنی. سقف ذهنی که با هم دیگه صحبتش هم کردیم. عدده رو باید بشکنی. باید عدده رو کوچیکش کنی برای خود. مثل اونجایی که مهران مدیری میگفت 200 میلیون تومان، نه 200 میلیون. عدده رو برای خودت باید کوچیک کنی. کتاب حکایت دولت و فرزانگی رو بخونی، یاد میگیرید که چجوری اعداد رو توی ذهنت هر موقع بزرگ نشونش دادی بهش نمی‌رسی، کوچیکش کردی بهش می‌رسی. و از ناحیه امن زندگیتون خارج بشی. و به عنوان اسلاید آخر، تغییر عادت بعد از 66 روز به طور میانگین اتفاق میفته. یعنی حداقل 40 روز تا 60 روز زمان بره. تغییر لایف استایل بعد 6 ماه اتفاق میفته. لایف استایل یعنی سبک زندگی شما، یعنی روتین زندگی شما. باید سعی کنید مطالبی که تو این دوره کارگاه دارم بهتون میگم عادت بشه ملکه ذهنتون و ناخودآگاه اتفاق میفته. تمام مواردی که تا اینجا گفتم رو یک مروری بکن، یک چک لیست برای خودت آماده کن، کارهایی که نباید انجام بدی و کارهایی که باید، و سعی کن 66 روز حداقل، اصلا نه 40 روز حداقل ادامه بدی و همین رو ادامه بدی و 6 ماه دیگه مطمئنم تویی که داری صدای منو الان میشنوی، شخصیتت و زندگیت 360 درجه با 6 ماه گذشته خودت فرق میکنه. اینو میتونم قسم بخورم و رگ. حالا میتونی انجام بدی و نتیجهشو ببینی. میتونی هم انجام ندی، مثل تمام آموزش ها و مطالبی که تا الان شنیدی تو ایکس رو گشتی، ساده از کنارش رد بشی و به زندگی عادی خودت ادامه. مثل همیشه، اول مراقب خدا، دوم مراقب خودتون و خانواده‌تون و سوم مراقب پولاتون باشین. خیلی مخلصین، دوستتون دارم و سوالی هم داشتید دایرکت بپرسید. ارادت.